سلام رضا شاه عزیز. من الان 55 سالمه، کارمند بازنشستگی هفت‌تپه هستم. آرزوی من اینه که شما برگردی به ایران و به ایران خدمت کنی و منم بشم سرباز شما در دربار شاهنشاهی ایران. با افتخار بگم سرباز شاهنشاه رضا پهلوی هستم در دربار شاه و تو ایران. حالا چرا من یه حرفا نمیزنم؟ من کارگر هفت‌تپه هستم که 25 سال در هفت‌تپه زحمت کشیدم و کارون. بعد 25 سال که شد اینا شرکت فروختن به پسر زن سوم آقای لایجانی که مهندس بیگی می باشد، به نام مهندس بیگی کل شرکت فروختن. منم اون موقع نماینده های کارگرای کارون بودم و اعتصاب کردیم و در مجلس آمدیم و چند بار با اعتصاب زیاد مواجه شدیم که سپاه جمهوری ازحالی آمد جلو و بعد از 3 ماه گفت کار دست ما بسپاره. بابا قرآن خوردن که ما به نحو شما کار کنیم، نه به نحو ما کار نکردن. ما هر کدام 4 سال زندانی و در به در کردن و دخترهای دانشجو داشتیم، پسرهای کوچک داشتیم، پسر دانشجو داشتیم. خانواده های ما رو کلا ندم متلاشی کردن. ما را 4 سال به جزو نیروهای سیاسی هفت‌تپه در زندانهای ایران چرخونیدن. اون شرکت پدر شما، پدر بزرگ شما تو 2 سال راه اندازی کردن با 60,000 نیرو. پدر شخص خود شما سال 40 رفته بود گفته تا سال 50 ایرانی‌ها باید از این شرکت سهام بگیرن، نباید کارگر باشن. برمیگرده به 47. مادر شما فرح پهلوی میره در اونجا در کارون تپه هست به نام تپه شاه و تپه فرح. اونجا تاریخ میزنه که تا سال 60 ایرانی ها چه خارج کشور چه داخل کشور هر یک نفر ایرانی باید بالا سر 30 تا کارگر هفت‌تپه و کارون نظارت کنه. یعنی ایرانی کارگر ما تا سال 60 ما دیگه نداشتیم. ما واسکنان کلن مهندس بودیم، بالا سر کارگرای خارجی نظارت میکردن، چه ما چه بچه های ما. حالا اون شرکت دوزار کردن 5,000 نیرو کارگر دوز. سرزمین هم مال مردم، سرزمین هم واگیر کردن و مردم پس نمیدن. سرزمین مال ما یا مردم رضا شاه نخریده ولی قول داده کش کنه.